سرگئی میرونوف یک سیاستمدار پوبلیسیست روس که با شعارهای ضد مهاجران نام برآورده است اعتراف کرد که روز 8 ایون سال 2022 در مرکز مسکو قاصد غذارسان سواره ولسپد را ماشینی او زده است. این اعتراف بعد از آن صدا داد که در اینترنت ویدیویی نشر شد که چگونه بعد صدمه راننده میرونوف از ماشین برآمده به جای کمک رسانیدن به قاصد جبر دیده رقم‌های ماشینش را با شتاب کشوده میگیرد. ماشین تمغه خونده که رهبر فراکسیای رو به کرمل سپراودلیوая Россия за правду در دومای دولتی با آن حرکت میکرد و به ماموریت پرزیدنت روسیه یعنی به گراژ کرمل تعلق داشته با میگالکا و رقم‌های مخصوص AMR حرکت میکرد. سیاستمدار مخالف روس ایلیا یاشین در توییتر ویدیوی چگونه رقم‌های ماشینش را با شتاب کشوده گرفتن راننده میرونوف را نشر کرده میرونوف را احمق و بی‌عقل نامید. یاشین امین طور کوشش میرونوف را برای به گردن قاصد بیچاره پرتافتن گناه را به مسخره کشید و نوشت در ویدیو همه میبینه که ماشین میرونوف به سمت مقابل راه برآمده و به بالای این قاصد سواره ولسپد را در بالای خط پیاده‌گرد هنگام از راه عبور کردنش پخش کرده است. یاشین این ادعای میرونوف را هم که نوشت گویا مشغول کار با حجت‌ها بود و لحظه صدمه را ندیده است به باد مسخره کشیده است. میرونوف شام 8 ایون چند ساعت بعد صدمه وقتی که ویدیوهای آن در همه جا پخش شد دیگر امکان پنهان کردن وجود نداشت در تلگرام اعتراف کرد که ماشینی که در کوچه سرتنکا دچار صدمه شد ماشین او بود و او هنگام صدمه در داخل ماشین بود. بسیاری ها در زیر ویدیوی صدمه ماشین میرونوف نوشتند که این سیاستمدار مهاجر بدبین و مقلد ژیرینوفسکی را دوهای مهاجران گرفت. میرونوف سالهای آخر تلاش میکند به دامن زدن احساسات ضد مهاجران به ژیرینوفسکی تقلید کند و با این راه طرفداران او را به طرف خود بکشد. برای مثال ماه اپریل سال 2021 از وزارت کارهای داخلی روسیه خواست که با مهاجران زیاد هفت و هشت نکرده آنها را به طور عمومی از روسیه اخراج کنند. ماه اپریل سال 2022 باشد میرونوف وقتی فهمید که در یک سال آخر بیش از 100,000 زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند و تاجیکستانی ها در این چمپیونات برای دریافت شهروندی روسیه بعد اوکراینی ها جای دوم را گرفتند طلب کرد که دادن شهروندی روسیه را برای زادگان تاجیکستان تا پایان سال 2023 منع کنند و در این مدت اسناد همه آن تاجیکستانی های الکی شهروندی روسیه را به دست آوردند از نو تفتیش کنند و آنهایی را که به تاجیک‌ها شهروندی دادند زندان کنند. میرونوف شهروند روسیه شدن چنین شماره زیاد تاجیکستانی های را که به عقیده او زبان، فرهنگ و عنعنه‌های ما را نمیدانند شوک کننده، ظهورات منفی و برخلاف منفعت‌های روسیه نامید و گفت دولت باید به صورت فوری به جریان مهاجرت دخالت کرده پیش روی ظهورات منفی را در این عرصه بگیرد. در حالی که بدبینیش نسبت به تاجیک‌ها را به زور پنهان میکرد میرونوف گفت بیش از نصف آنهایی که شناسنامه روسیه گرفتند از دنباسند. این کاملا فهم است، جای سوال نیست، ولی رقم دیگر به شوک می‌آورد. 14% یا 103,000 شهروند نو روسیه از تاجیکستان آمدند. من به مردم این کشور احترام تمام دارم، ولی بیایید روی راست گپ زنیم. اکثریت کلی از تاجیکستان آمده ها زبان، فرهنگ و عنعنه‌های ما را قریب نمیدونند. اگر تماما ندونند آنها تخصص بلند و حتی میانه هم ندارند. شهروندی ما را به دست آوردن به منفعت آنهاست، ولی منفعت روسیه در چیست؟ به عقیده سرگئی میرونوف آمار به سرعت عمومی شهروند روسیه شدن ساکنان تاجیکستان بیانگر وسعت و دامنه کروپسیا در نهادهای وزارت کارهای داخل است. میرونوف گفت فعلا در دومای دولتی طرح قانون نو شهروندی روسیه در دست بررسی است، ولی دولت باید به این مسئله به طور فوری دخالت کند.